مقبره علامه شهرستانی. به اتفاق دوستان اومدیم برای سرکشی و بازدید از این مجموعه. میریم تو ببینیم چه خبره، چی داره چی نداره، بعد میایم بیرون و دوباره خدمتتون نشون میدیم. بله، بعضی از چوپان ها شبها اینا میارن میخوابونن. عجب آجرچینی، عجب زیبایی. متاسفانه راهنمای اصلی نیست که سابقه و تاریخ اینو بده. انشالله معرفتش زیاده. همین چارچوب خیلی لاغر 20 میلیون قیمت داره. همین چارچوب الان بخوایم موزیک کنن، همین بخوایم درست کنن قیمت بالایی داره. عجب یادگاری های قشنگی نوشتن. به به به، هنرمندانه است، هنرمندانه است. این هم هنر فرهنگ دوستان عزیز ما. به 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 به، چه زیبا آثار خوشنویسیشون، آثار یادگار به جا مانده از عزیزان هنرپرور و هنردوست و تاریخ دوست و ایناست. انشالله که شما جزو این هنردوستای این شکلی نباشید. میرسیم به آرامگاه محمد ابن عبدالکریم شهرستانی. وفات شعبان سال 548 هجری قمری. حدود حالا ببینید یک همچین شخصیتی اینجا خوابیده و در اطرافش هزار جور پرنده ساکنند، به اضافه دست نوشته های زیبای عزیزان هنرمند و خاطر نویس و یادگار نویس. ببینید اگر یک مقدار به این رسیدگی بشه چه اثر زیبایی و دیدنی خواهد شد برای جذب بازدید کننده. جای تأسفی که هیچ توجهی نمیشه تا زمانی که سقف اینجا بیاد پایین. امیدوارم که به فکر باشن و کمی بهش بیشتر توجه بشه. آره آره، خب عکس گرفتم، بریم نگاه میکنه. آره خب این هم نمای خارجی این بنا و پلکانی که به بالای این ساختمان هدایتمون میکنه. بریم با هم ببینیم بالا چه خبره. دیوارا همه با سنگ کار شده، سقف‌ها همه آجر. ببینید چقدر مسیر رو آره برای پشت بوم. آره. نه چون جای زیادی نداره، یه بالکنه.
نه ظاهرا پشت بوم نیست. این هم دورنماش که از دور یه قلعه مشخصه با 4 تا برج که بعدا بریم یه سری هم به اون بزنیم ببینیم اونجا چی. خب میریم پایین. بشینن آره استراحتی بکنن و برن. بله. خیلی